من سفروا НИГОРА هستم، دانشجوی بخش چهارم دانشگاه دولتی دنقره. اشتراکچی озмуни فروغ صبحیدانی نوعی از روی نمینت ادبیات کلاسیکی. من زیاده از 100 غزل، 180 بیتی و رباعی، 500 مصرع داستان، 540 مصرع دیگر نوعهای شعری، اینچنین باز قصیده 200 مصرع و 70 اثرهای منظوم و منثور مطالعه نمودم و اینچنین من مینتداری به واسطه خویش را پیش از همه به اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای معظم ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان میرسانم که برای ما جوانان چنین آزمون‌های سطحی جمهوریوی را تشکیل می‌نماید و ما می‌توانیم سویه دانش خود را سنجیم و دانش خویش را صیقل دهیم و برای آزمون مذکور من حدود 3 سال است که در آزمون مذکور اشتراک می‌ورزم و امروز غالب گشتم و از روی نمینت ادبیات کلاسیک سزاوار جای دوم گشتم و برای آزمون مذکور من زحمتی زیاد کشیده بودم و امروز توانستم که غالبیت را به دست آورم و در برابر این من اینچنین خود که اختصاصمند زبان انگلیسی هستم، باز از ادیبان کلاسیک خیلی که ترجمه شده‌اند با زبان انگلیسی، اینچنین آنها را با زبان انگلیسی نیز از بر نمودم. اینچنین یک بیت که از سعدی شیرازی هست، حتی در سازمان ملل متحد آن با زبان انگلیسی نویسنده شده است، آن را نیز از بر می‌کنم و می‌خوام در اینجا پیشنهاد نمایم. بنی آدم اعضای یکدیگرند که در آفرینش ز یک گوهرند. اگر عضوی به درد آورد روزگار، دیگر عضوها را نماند قرار. تو که از مهنت دیگران بیغمی، نشاید که نامت نهند آدمی. Human beings are member of a whole, in creation of one essence and soul. If one member is afflicted with pain, other members uneasy will remain. If you have no sympathy with human pain, the name of human you cannot retain. و یک رباعی دیگر از عمر خیام نیز میخوام پیشنهاد کنم. اسرار ازل را نه تو دانی و نه من، وین حرف معما نه تو خوانی و نه من. هست از پس پرده گفتگوی من و تو، چون پرده بیفتاد نه تو مانی و نه من. The secret's eternal, neither you know nor I, and answer to the riddle neither you know nor I. Behind the veil there is so much talk about as why, when the veil fall neither you remind nor I. و من اینچنین با دیگر یعنی با تمامی ساکنان مملکت پیشنهاد می‌نمایم که و در آزمون مذکور از جمله دانشجویان و خوانندگان پیشنهاد می‌نمایم که در آزمون مذکور شرکت ورزند و سویه دانش خویش را سنجند و دانش خویش را صیقل دهند. بعضی شده بود که من از این آزمون می‌خواستم دست کشم، بعضی بودن ناامیدی و میگفتم که من غالب نمی‌شوم، بعضا همین خیلی مشکلی ها می شود، اما با کمک استادان که مرا دستگیری کردن باز اینچنین به من یعنی میگفتن تو میتوانی، تو از عهده این کار برآمده میتوانی و من همینطور بعد از این توانستم در آزمون مذکور اشتراک نمایم و سویه دانش خویش را سنجم و غالب گردم.